سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. امیدوارم که حالتون خوب باشه. صدای بنده رو داریم؟ خیلی ممنون. خب امروز در خدمت شما هستیم با معرفی یه سری از نرم افزارهایی که مرتبط به پردازش تصاویر، حالا خاصه پردازش تصاویر پزشکی. بندم امیرحسین جلالزاده، دانشجوی دکترا مهندسی پزشکی، در خدمت شما هستم. توی سومین دوره ای از برگزاری وبینارهایی که میکنم در خدمت بچه‌های علوم تحقیقات هستم. گفتیم آخرین دوره این باشه که یک سری نرم افزارهایی که مرتبط با پردازش تصاویر پزشکی هستن و پرکاربردن، آشنا هستن و به صورت رایگان حداقل در دسترس هستن برای حالا بچه‌های فنی مهندسی عزیزانی که پایان نامه دارن یا اصلا دوستانی که علاقه دارن به کار پردازش تصاویر پزشکی تو این حیطه. به هر حال یه سری از نرم افزارها رو صرفاً معرفی کنیم تو این زمان کمی که ما داریم. اجازه بدین من تصویر رو روی پاور خودم شیر کنم. خیلی. امروز ما در خدمت شماییم. یکم میایم از بیس کار صحبت میکنیم، یه مقدمه خیلی جزئی در مورد نرم افزارها خدمتتون میگیم. بعد توی جدولی نرم افزارهایی که فعلا ما بهشون دسترسی داریم و موجوده رو خدمتتون معرفی میکنیم و در آخر کار هم 4 تا یا به نوعی 5 تا از نرم افزارهایی که به هر حال بین اون اپلیکیشن هایی که مد نظر ماست، فکر میکنم به هر حال از جانب خودم نظر شخصیه، نرم افزارهای راحت تری ان، رابط کاربری ساده تری دارن و ابزارها و تولز های بیشتری دارن برای اینکه شما بتونید که یک تصویر رو تحلیل و پردازش کنید. اونها رو با هم یکم بیشتر در موردش صحبت میکنیم، حداقل یه تصویری توش نمایش میدیم و یه سری از آپشن هایی که توش وجود داره رو براتون معرفی میکنیم. اول از همه این که میایم صحبت میکنیم در مورد اینکه علت استفاده از یک نرم افزار چیه. نرم افزار، شما فارغ از اینکه اصلا کارتون پردازش تصویر باشه یا هر چیزی، یک کلمه‌ای که مشخصه با شما شناسایی شده از قبل، یک در واقع یه زبان مفسره، یه مترجم بین ما و کامپیوتر. خاصه بخوایم در مورد تصویر صحبت کنیم، ما الان این تصاویری که تو این صفحه داریم نگاه میکنیم به عنوان یک شخص، به عنوان یک انسان کاملا درک میکنیم که چی هستن. یعنی به راحتی، یعنی انقدر هم نیاز به پردازش سنگینی نداره که ما بخوایم متوجه شیم که توی تصاویر چه اتفاقی داره میفته. حتی توی اون قسمتی که اعداد به صورت هندرایت یا دست خط نوشته شده، با اینکه خیلی اعداد شارپ و خوبی نیستن از لحاظ از دید یک کامپیوتر بخوایم نگاه کنیم، خیلی به قول معروف تر و تمیز نیستن، باز هم ما میتونیم تشخیص بدیم که اعداد چی نوشته شده. این ذهن انسانی ماست و به راحتی و هر حال به خاطر این 20 سال، 30 سال، 40 سالی که عمر کردیم و آموزشی که خواسته یا ناخواسته دیدیم، چشممون با تصاویر مختلفی آشنا شده، تونستیم یاد بگیریم هر تصویر چیه و در کسری از ثانیه میتونیم اونو تحلیل کنیم و بگیم چه چیزهایی توی یک تصویر وجود داره، رنگ‌های موجودش چیه و هر چیزی که دلمون میخواد رو، هر اطلاعاتی که ازش نیاز داریم از یک تصویر رو میتونیم بیرون بکشیم. اما خب واسه یک کامپیوتر هیچ وقت این شکلی نیست دیگه. شما نیاز دارید که حتما یک جوری بهش بفهمونید که تو این تصویر چی وجود داره. اصلا کار پردازش تصویر، ما مثلا دنبال همین هستیم که بگردیم که توی یک تصویر چه اطلاعاتی وجود داره. این اطلاعات رو ما باید یک جوری بین خودمون و کامپیوتر رد و بدل کنیم و بهش بفهمونیم و اون به ما نشون بده که ما دنبال چی هستیم و ما هم به این توضیح بدیم که
چه تسکی مد نظرمون هست. واسه همین اومده به هر حال مهندسین عزیز، اونایی که بچه نرم افزار، اینها یک سری نرم افزار تهیه کردن. این نرم افزار در واقع مترجم یا رابط ما و کامپیوتر هستش، چون کامپیوتر چیزی جز زبان 0 و 1 متوجه نمیشه. من چتتون چون دارم رو اسکرین خودم شیر کردم، این گوشه خیلی کوچیک میاد، پیاماتون رو اکثرا نمیبینم. قطعی صدا از طرف منه؟ بله اینجا. اجازه بدین من که الان چطوره؟ اوکیه؟ خیلی منم سعی میکنم خودم بلندتر صحبت کنم. یه اوایل جلسه است، ما تا یکم انرژیمون بیاد بالا طول میکشه. خیلی خوب. کجا بودیم؟ داشتیم در مورد علت استفاده از نرم افزار صحبت میکردیم، اینکه به هر حال ما به عنوان یک شخص به راحتی میتونیم اطلاعات موجود توی یک نرم افزار رو به دست بیاریم، ولی خب یه همچین کاری برای کامپیوتر مقدور نیست و ما باید با زبان خودش، با همون 0 و 1 خودش بهش بفهمونیم که چه اتفاقی داره میفته. و خب یه چیزی که همه ما قطعاً آگاهیم و میدونیم اینه که یک تصویر چیزی جز یک ماتریس نیست. ما یه ماتریس چند در چند داریم، یعنی وقتی مثلا میگیم یه ماتریسی 256 در 256 میتونیم این رو به چشم یک تصویر هم ببینیم. یعنی یک تصویر دیجیتال توی کامپیوتر چیزی جز یک ماتریس نیست که توی این ماتریس هر یک از آرایه هایی که وجود داره توی این ماتریس با یه سری از اعداد پر شده. معمولا اگه بخوایم اون تصویر رو گری لول در نظر بگیریم، یعنی با سطوح خاکستری در نظر بگیریم، بدون کانال رنگی در نظر بگیریم، اینجاها با یه سری اعداد پر شده، مثل یه ماتریس معمولی از 0 تا 255 پر شده که در نهایت کنار هم قرار گرفتن این پیکسل ها یا آرایه ها کنار هم به ما یک تصویر رو میده. پس این زبانیه که کامپیوتر متوجه میشه. کامپیوتر یک تصویر نمیبینه، کامپیوتر یک ماتریسی میبینه که این آرایش از یک سری اعداد بین 0 تا 255 در ساده ترین حالت پر شده. حالا این میایم سراغ این قضیه که چه اهمیتی داره استفاده از نرم افزارهای پردازش تصاویر پزشکی. ما توی بیس کار چیزی جز انجام عملیات ریاضی روی این ماتریس ها نخواهیم داشت. برای هر پردازش یا تسک تصویری که داریم، هر کاری که میخوایم، هر بلایی که میخوایم سر یک تصویر بیاریم، باید یک سری اعمال ریاضی روش انجام بدیم دیگه. اعمال ریاضی ماتریسی هم که ما داریم دیگه، جمع ماتریسی داریم، ضرب ماتریسی داریم، ضرب درایه به درایه داریم، ترانهادش رو داریم، چرخوندن ماتریس رو داریم. همه اینها میشه یک سری عملیات ریاضی دیگه، درسته؟ ما اینها رو قطعاً یک شخص وقتی یک تصویر 256 در 256 یعنی سطرش 256 تا آرایه داره، ستونش هم از 256 تا آرایه پر شده. ما نمیتونیم بیایم تک تک این اعداد رو بررسی کنیم. اگه بخوایم به فرض مثلا در یک ماتریس دیگه هم اینو ضرب کنیم، بشینیم به دست این کار کنیم، خیلی واضحه، خیلی پر روشنه که این اتفاق به هر حال باید بر اساس یک کامپیوتر بیفته و اون این وظیفه خطیر رو انجام بده. هم دقتش نسبت به ما قطعا بیشتره و هم سرعت پردازشش بیشتره، چون حجم محاسبات به شدت بالاست. شما بخواید یک ماتریس، حالا تازه ما داریم در مورد تصویر دو بعدی صحبت میکنیم، سه بعدی بشه خیلی اوضاع خرابتره. حجم محاسبات به شدت بالاست، پس هیچ وقت یک شخص نمیتونه بیاد هر کاری که داره رو به دست انجام بده. پس این وظیفه خطیر رو میسپاریم بر عهده کامپیوترها
که اومدن چیکار کردن واسه این کامپیوترها یک سری نرم افزار تعریف کردن. این نرم افزارها میان کار ما رو ساده تر میکنن. یعنی دیگه به جای اینکه ما بیایم تک به تک به یک تصویر، به یک تسک بهش بگیم که این تصویر رو برای ما بچرخون، این تصویر رو برای ما کات کن، این تصویر نورش رو کم کن، زیاد کن، به جای اینکه ما بیایم این کار رو بکنیم و با اعمال ریاضی براش فرمول بنویسیم، ضرب در یک ماتریس کنیم، منهای یک ماتریس دیگه ای بکنیم، این نرم افزارها اومده کار ما رو خیلی ساده تر کردن. که و قطعا شما تا این سن با نرم افزاری مثل نرم افزار فتوشاپ کار کردین که برای تصاویر جنرال دیگه، یا چه میدونم نرم افزارهای ویرایش تصویری که توی گوشی هوشمند اکثر دوستان قطعا وجود داره. دیگه کسی نمیاد خودش با اعمال پیکسل به پیکسل یک تصویر مثلا بخواد دستکاریش کنه که چه میدونم یه فیلتری بخواد روش بذاره یا یه فیلتری ازش برداره، یا چه میدونم یه آبجکتی رو از روی یه قسمتی از تصویر رو حذف کنه. هیچ کس نمیاد بشینه پیکسل به پیکسل، درایه به درایه یک ماتریس حذف کنه. اینا رو میسپارم به دست نرم افزار. یک سری نرم افزارها، حالا ما بیایم یکم خاص‌تر در مورد تصاویر پزشکی صحبت کنیم. یه سری نرم افزارهایی وجود دارند که قطعا اگه دوستان توی این هیته کار کرده باشن با اسامی بعضی از اینها باید آشنا باشن. اگه هم نیستن مابقی این نرم افزارها اسامیشون مهمه. به این صورت که درسته که ما تعداد نرم افزارهای زیادی داریم. شما هر کدوم از اینها رو، حالا دوستانی که دارن با گوشی هوشمندشون سیستم عاملش اندرویده بهتر درک میکنن. ما مثلا شاید نرم افزار ویرایش عکس یا تصویر توی گوشیامون بی نهایت توی مثلا گوگل پلی وجود داشته باشه، خب ولی هر کدوم از اینها یک ویژگی خاصی دارن دیگه. خیلی کم پیش میاد که شما یک نرم افزار داشته باشید که تمام چیزهایی که شما مد نظرتونه رو واسهتون به بهترین نحو انجام بده. گاهی اوقات یا شما اون حالت بهینه رو ازش صرف نظر میکنید، چه میدونم مثلا یک آبجکتی رو، یه گلدونی رو که مثلا کنار شماست میخواین توی تصویرتون حذف کنید، یه نرم افزار خوب انجام نمیده، یه نرم افزار دیگه خوب انجام میده. شما یا مجبورید هر دو تا نرم افزار رو با هم داشته باشید یا بیخیال این قضیه بشید. یعنی اصلا اینکه شما بتونید یک گلدون رو از یک تصویری که شخصی توی گوشیتون دارید با نرم افزار ویرایش تصویرتون اون رو حذف کنید، میگید حالا نمیخواد 100% هم مثل اون نرم افزار دو خیلی خوبم عمل نکرد. من با همین نرم افزار یک که به هر حال 80% اون بازدهی داره از همون استفاده میکنم. اینجا هم دقیقاً همین اتفاق میفته. شما نرم افزار پردازش تصویر پزشکی ندارید که تمام کارات رو واسهتون به بهترین نحو ممکن انجام بده. هر کدوم از اینهایی که الان اینجا نوشتن توی یک قسمت قوی عمل میکنن، توی یک جای دیگه امکان داره ضعف داشته باشن و قطعا انتظار نمیره هیچکس تمام این نرم افزارهای موجود رو 0 تا 100 رو بلد باشه. شما باید بگردید ببینید که هر نرم افزار، اولا بگردید که دنبال چی هستید. یعنی یه نرم افزار، یه تصویر دارید، یه تصویر MRI مثلا میخواین توش مثلا تومور مغزی رو مشخص کنید، باید این اولین چیزیه که شما تعریف میکنید. تسکتون مشخص شده، حالا باید بگردید دنبال نرم افزاری که توی این هیته بهترین عمل رو میکنه، بیشترین ابزار رو در اختیارتون میذاره، دستتون بازه برای تحلیل و پردازش اون تصویر. حالا من یه سری از این نرم افزارها رو آوردم. اینا نرم افزارهایی هستن که رایگانن، یعنی مزیت اولشون این و مهمترین چیز اینه که اینا تو محیط آکادمی استفاده میشن. این رو هم مد نظر داشته باشید. نرم افزارهای تجاری، شما مثلا واسه شرکت زیمنس به فرض وقتی میاد یه دستگاه CT میده یا چه میدونم یه دستگاه MRI میده، یه شرکت دیگه میاد یه دستگاه رادیولوژی معرفی میکنه، عموما نرم افزار هم خودشون باهاش معرفی میکنن که خود اون نرم افزار یه هزینه گزافی داره. یعنی قسمت آرندی اون شرکت نشسته، حالا یا خود اون شرکت یا داده بیرون یکی واسهشون نرم افزار نوشته. منظورم که میخوام بگم اونا اکثرا دسترسیشون بسته است و شما به عنوان یک شخص عادی، یک دانشجو، یک کسی که توی محیط آکادمیک داری کار میکنی، عموما به اون نرم افزارها دسترسی نخواهی داشت. یا اگه هم بخوای به فرض محال لایسنسشون رو بگیری، هزینه خیلی بالایی داری که واسه یک شخص هیچ وقت به صرفه نیست که بره یک نرم افزار تجاری بخره که مثلا بخواد باهاش
یه مقاله بنویسه یا مثلا پایان نامش رو جمع کنه. پس نرم افزارهای رایگانی که فعلا در دسترس ما وجود داره همین تعداد نرم افزاریه که من اینجا نوشتم. شاید به هر حال میگم علم هیچ وقت نه علم نه دامنه سرچ هیچ کسی کامل نیست. شاید یه سری نرم افزار باشه که از داخل این لیست وجود نداره و از قلم افتاده باشه، ولی اون چی که واسه من واضحه اینها به قول معروف گردن کلفت های این ماجرا هستن. شما اگه بتونید حداقل 4 تا یا 5 تا از این نرم افزارها سوار بشید، بتونید ازشون استفاده کامل ببرید، کار خودتون رو قطعا حداقل تو محیط نوشتن پایان نامتون یا مقاله تموم میکنید. کارتون رو زمین نخواهد موند، چون اینها هم به هر حال نرم افزارهای قوی هستن. یکی از این نرم افزارها نرم افزار 3D اسلایسر هست، نرم افزار منگو، ایمیج جی، امایتیکا، فری سورفر، الاستیکس، انت، اوسیریکس، میمیکس، مدینریا، آیتیکا اسنپ و FSL. زیر یه سری از این نرم افزارها مثل فری سورفر، مثل الاستیکس و FSL شما یه هایلایت زرد رنگ می‌بینید به اسم CLI. این CLI مخفف کامند لاین اینترفیسه که من بخوام بهتون نشون بدم، یعنی در واقع اینکه محیط گرافیکی ندارن این نرم افزارها. شما باید مثل یک محیطی مثل CMD، اون عزیزانی که سیستم عاملشون روی لپتاپ یا کامپیوتر شخصیشون ویندوز هست متوجه میشن که چیه ماجرا. باید توی CMD کد بنویسید. یه همچین محیطی رو بهتون میده در واقع. دیگه حالت گرافیکی نداره. شما نمیتونید رو چیزی کلیک کنید، چه میدونم یه دستوری بهش بدید. مجبورید که تمام چیزهایی که میخواید رو واسش بنویسید که این نرم افزار متوجه شه به چه صورت باید عمل کنه. یعنی میخواین تصویر رو بخونید، میخواین ایمپورت کنید توی نرم افزار، باید کامند لاینش رو بنویسید، دستور خط کدیش رو بنویسید. میخواین تصویر رو ذخیره کنید، همینطور میخواید ضرب در یک ماتریس دیگه کنید، بچرخونید، کراپ کنید، هر کاری میخواید بکنید، باید توی یک محیطی مثل کامند لاین ویندوز این دستورات به اون نرم افزار ارائه بدید. این نرم افزارهایی مثل FSL و الاستیکس و فری سورفر به این صورت هستن، یعنی محیط گرافیکی ندارن. ما بقیه نرم افزارهایی که اینجا نوشتم و این هایلایت زرد زیرشون نیستن، اینها محیط‌های گرافیکی دارن که حالا ما الان 4 تاشون رو بهتون معرفی می‌کنیم. میتونین از اونها استفاده کنید. برای دوستان و عزیزانی که تازه ابتدای کار هستند، خب قطعا پیشنهاد میشه که همچنان صدا قطع وصل میشه. من خواهیم اینترنت هم سویچ کردم باز دیگه یعنی از وای فای اومدم روی هات اسپات گوشی باز. بذاریم پس دوباره برگردم روی همون. نه سرعت اینترنت اوکیه اینجا. استاتوسش که زده اکسلنت، حالا یا فیک نشون نمیده یا آها دوستان بود. حالا من دوباره سویچ کردم روی وای فای، امیدوارم که جواب بده دیگه. عوض کردم، حالا امیدوارم که الان اوکی شده باشه. میگم واقعا چیزی نداریم دستمون جایی بند نیست. من همین دوتا منبع برای شیر کردن اینترنت رو دارم، یه وای فای، یه دونه گوشی دیگه چیز دیگه نیست دیگه. اینا هم طبیعیه.
وضعیت زیاد نرمال نیست، احتمالاً برق توی اطراف رفته، یکی از دکل‌ها حالا قطعه چی جوریه که آدم. خیلی خوب برگردیم. پس داشتم خدمتتون عرض می‌کردم این نرم افزارهایی که زیرشون با هایلایت زرد مشخص کردم، اینها محیط گرافیکی ندارن دیگه، باید کامند لاین دارن. حتما شما باید به هر حال توشون یک کدی یه چیزی بنویسید، یه خط دستوری وارد کنید، به سیستم بفهمونید که چه اتفاقی داره میفته. یک محیط گرافیکی نداره که شما روش کلیک کنید و این کار رو واسهتون انجام بده. حتی وارد کردن، ایمپورت کردن تصویر، سیو تصویر، همه اینها خیلی به قول معروف دنگ و فنگش زیاده. خیلی باید باش کلنجار برید، مخصوصا دوستانی که تا الان کدنویسی نکردن، با محیط‌های بنان‌نویسی خیلی آشنا نیستن، اونقدر هم ابتکار عمل دست آدم نیست اونجا، به هر حال آزادی عمل نداره. با یک فاصله اضافه یا یه فاصله کم گذاشتن، یه حرف دستور رو اشتباه تایپ کردن، همه اینها باعث میشه که اون چیزی که مد نظرتون نیست، مد نظرتون هست، انجام نشه و کار رو سخت‌تر میکنه. ولی یکی از مزیت‌هایی که تمام این نرم افزارهایی که توی کامند لاین اجرا میشن دارن اینه که آپشن های بیشتری دارن. همیشه همینطور بوده. یعنی خب بودن دوستانی که مثلا توی محیط‌های کامپیوتر دارن کار میکنن، نرم افزار مینویسن، بعضیاشون اکثرا اونایی که به قول معروف یک مشکلی رو حل میکنن، یک سنگی رو از سر راه بقیه برمیدارن، دیگه دنبال این نیستن که بیان یه محیط گرافیکی تعریف کنن واسه این که مثلا مابقی بتونن استفاده کنن. فقط اون مشکل رو در حد کد مینویسن، مثلا قرار میدن توی مثل یه پلاگین، مثل یک پکیج، یه بسته توی اینترنت قرار میدن، میگن آقا بیاین استفاده کنین دیگه. من دیگه نمیتونم بیام واسهتون محیط گرافیکی تشکیل بدم که شما بتونی مثلا از این نرم افزار استفاده کنی. واسه همین اکثر اونهایی که کارشون درسته به صورت همین کامند لاین میان کار رو انجام میدن، چون آپشن های بیشتری پیش روشونه. و مورد بعدی اینه که سرعت توی این نرم افزار واقعا بالاتره. شما حتی همون محیط گرافیکی هر چقدر نرم افزارتون سبک باشه، هر چقدر بخوایم بگیم که از رم استفاده نمیکنه، از گرافیک استفاده نمیکنه، باز هم یه حجمی رو اشغال میکنه. ولی توی کامند لاین شما خیلی ارتباطتون به سخت افزار نزدیکتره و راحت‌تر میتونید دستورات رو روش پیاده کنید. خیلی خوب، بریم سراغ معرفی اون 4 تا نرم افزاری که مد نظرمون هست. کلا 4 تا رو خدمتتون بیشتر نمیگم، ولی واقعا وقت نه اجازه میده و نه امکانش هست که من بخوام نرم افزارها رو مثلا تازه کاملا توضیح بدم. یکی از مواردی که الان تازه یعنی بعد از شروع جلسه حسرتشو خوردم اینه که ای کاش به جای اینکه مثلا 4 تا رو صرفا نشون بدم که فایل چجوری خونده میشه و چه آپشن هایی داره، یه دونه رو معرفی میکردم و رو همون یکی بیشتر زوم میشدیم. ولی خب این مواردی هم هست دیگه. نرم افزار اولی که معرفی میکنم یکی از نرم افزارهای بسیار قوی توی حوزه پردازش تصاویر پزشکی هستش به اسم 3D اسلایسر، که شما به راحتی توی 3 تا سیستم عامل میتونید اون رو دانلود کنید. من اینجا صفحه وبش هم باز کردم، آدرسش هم که توی پاور گذاشتم دیگه. از این بعد یعنی تو محیط پاورپوینت واقعا چیز زیادی فقط گذاشتم که به قول معروف عریضه خالی نباشه. باید بریم سراغ نرم افزارها دیگه. حالا این پاور رو یا پی دی اف رو میفرستم خدمتتون، میتونید ازش استفاده کنید. چیزی نیست، یعنی توی این پاور دیگه چیزی نداره. فقط دارم مثلا مزایا و معایب اون نرم افزار رو به صورت نوشتاری نوشتم که تازه خیلی محکم و قوی هم نمیشه به اینها استناد کرد. مثلا اینکه مصرف زیاد سخت افزاری که مثلا دارم معرفی میکنیم، این صورتی که یا مثلا زمان محاسبه بالاست، این یه چیز واضحیه که شما وقتی داری از یه نرم افزاری به حجم مثلا حدوداً 1 گیگ استفاده میکنی بدون پلاگین هاش، بدون اون افزودنی هایی که باید برای پردازشی که نیاز داری روش نصب کنی، خب معلومه که حجمش بالاست و زمان محاسبتون میره بالا. این یه چیز طبیعیه. ولی خب نوشتم که به هر حال برای نگاه اول میخواین با نرم افزارها آشنا بشید، اینا براتون به درد بخوره.
پس میگم سایتش هم که قرار دادم، میتونید هر سیستم عاملی دارید استفاده میکنید، چه لینوکس چه مک چه ویندوز، هر کدوم دارید استفاده میکنید میتونید این نرم افزار رو دانلود کنید. حالا حتما از ریلز استیبلش استفاده کنید. ورژن های قبلیش هم هست، ولی خب اینی که استیبل هر رو قطعا استفاده کنید که چیزی که پایداره دیگه باگ های ورژن های قبلی توش وجود نداره. به راحتی هم دانلود میشه، مشکل خاصی هم نداره. و اما خود محیط نرم افزار 3D اسلایسر، یه همچین محیطی در اختیارتون قرار میده این نرم افزار که تقریبا میشه گفت که بین این نرم افزارهایی که معرفی کردیم این نسبت به همه جامع تره، قوی تره. یکی از مزایایی هم که توی پاور من حالا اینجا گذاشتم و خوبه که بهش اتکا کنیم، این جامعه کاربری قویشه. به هر حال فکر کنید یه کسایی هستن توی دنیا، یعنی تعداد افراد زیادی هستن توی دنیا که دارن از این نرم افزار استفاده میکنن، یه کامیونیتی دارن، یه جامعه‌ای درون خودشون توی سایتشون تشکیل دادن، یه فرومی تشکیل دادن که شما اگه گاهی به یک مشکلی هم خوردی توی این نرم افزار، میتونی به هر حال توی اون جامعه، توی اون کامیونیتی ورود کنی، سوالتون رو مطرح کنی. چه بسا شاید قبل از شما هم یه کسی توی یک جای دنیا بوده که به این مشکل شما خورده و شما میتونید جوابش رو پیدا کنید. یعنی سوال و جواب توی این کامیونیتی وجود داره. شما میتونید به راحتی اگه یک چیزی رو به یک مشکلی برخوردید توی نرم افزار، سوالی داشتید که خاص شما بود، ما رو میتونید به راحتی مطرح کنید. یکی از مزایای بسیار خوبشه. حالا شما موقع نگارش پایان نامه، بعد از اینکه کارتون مثلا توی قسمت متد تمام شد، وقتی میخواین کار تحلیلی انجام بدید، تسک های آسونش که هیچی، یعنی کارهای آسون پردازش تصویر اونها به کنار که تقریبا با هر نرم افزاری میشه انجام داد، ولی یه جاهایی واقعا به یک گراه‌هایی آدم میرسه، به یک جاهایی میشه که واقعا کاری از دست آدم بر نمیاد، قفل میشه پیشرفت کار و شما هیچ راهی ندارید جز اینکه از یک نفری که واقعا به این مشکل، عین مشکل شما برخورد کرده، مراجعه کنید که بتونه راهنماییتون کنه. و این پس یکی از مزایای خیلی خوب این نرم افزاره. به هر حال محیط نرم افزار رو شما دارید اینجا مشاهده میکنید. یه سری تسکای خیلی کارهای سادهش، یعنی آپشن‌های سادهش رو من میتونم بهتون معرفی کنم، بعد بریم سراغ اون سه تا نرم افزار دیگه که زیاد وقتی نباشه و نمیشه همه اینها رو گفت. برای لود تصویر قسمت اد دیتا رو کلیک میکنید. یکی دیگه از مزایای دیگه این تصویر اینه که هم شما میتونید یک دایرکتوری به نرم افزار معرفی کنید، هم میتونید یه تک فایل بهش معرفی کنید. این به چه منظوره؟ به هر حال یه سری دوستان هستن میان یک تصویر سه‌بعدی رو، مثلا یه تصویر سی تی اسکن سه‌بعدی 20 تا مثلا اسلایس داره، اینها مثلا با فرمت دایکام، اینا فرمت های رایج تصاویر پزشکی هستن دیگه، با فرمت دایکام داره. حالا اینو به صورت اسلایسی، یعنی به صورت تصاویر دو بعدی یا اصلا به صورت تصاویر دو بعدی با فرمت پی ان جی ذخیره کرده. شما میخواین لود کنید، مثلا 10 تا بیمار داشته باشید، هر کدومشون 100 تا داشته باشه، میشه 1000 تا تصویر. نمیشه تک تک اینها رو معرفی کرد. اینکه یک نرم افزار اومده یک آپشنی معرفی کرده، شاید واسه شما خیلی پیش پا افتاده و ساده به نظر برسه، ولی خب حالا مثل ما اگه با یه سری نرم افزارهای دیگه هم سر و کله زده باشین، کلنجار رفته باشید، میتونید بفهمید که همچین آپشن ساده‌ای که توی نرم افزار میذارن یه مواقعی مثلا شاید چند روز کار شما رو جلو بندازه. شما میتونید تمام اسلایس ها رو مثلا با یه دایرکتوری بهش معرفی کنید، یه مسیر بهش معرفی کنید، اون تمام تصاویری که توی اون فولدر با اون فرمت مد نظر شما هست رو ایمپورت میکنه توی نرم افزار. من حالا یه دونه تصویر آماده کردم اینجا توی دسکتاپم که توی تمام نرم افزارها همین رو هم نمایش میدیم. به هر حال این هم به همین صورت، شما اینو انتخاب میکنید و بعد از اینکه نمایش داده شده اوکی رو میزنید، تصویر واسه شما به نمایش در میاد. تصویری که من الان آپلود کردم یک تصویر MRI از مغز هستش دیگه. یه تصویر MRI مغز هستش که از 3 نمای مختلف داره بهتون نمایش میده. این تصویر یک تصویر سه‌بعدی، والیوم، حجمه. شما این رو اولین، یکی از بهترین چیزهایی که حال این نرم افزار داره اینه که میگم چون شیر اسکرینمه من پیامتون رو نمیخونم، یه لحظه
فرمت‌هاش تعریف شده. فرمت‌هایی که میتونید چه ایمپورت کنید چه سیو کنید تعریف شده. حالا من بهتون نشون میدم جلوتر که به چه صورت موقع سیو تصویر بهتونم نشون میدم که چه فرمت‌هایی رو میتونه بخونه. پس این میاد چیکار میکنه این نرم افزار؟ هر سه نمای موجود در یک تصویر سه بعدی رو بهتون داره نشون میده. خب نمای سمت چپ یعنی این نواری که قرمز هستش رو ما نمای آکزیال در نظر میگیریم، نمای وسط و نمای کورونال و نمای سمت راست هم نمای ساجیتال در نظر میگیریم. شما دیگه از هر سه طرف به یک تصویر MRI مغزی یک بیمار دسترسی دارید که با چپ و راست کردن این نوارهایی که این بالا هستن، این اسکرول هایی که اینجا هستن، شما میتونید تصویر رو به اسلایس های مختلفی بچرخونید. خب الان تو این نما شما در نظر بگیرید شما دارید از بالای بالا فکر کنید دارید به تصویر نگاه میکنید. خب هر چقدر این اسلایس رو بچرخونید، تازه داشتیم از پایین می اومدیم دیگه، این از پایین شروع میشه، هر چقدر به راست میاریم فکر کنید یه لایه به لایه داره مغز رو میاد بالا، همینجور داره میاد بالا 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 بالا, بالا تا اینکه تمام میشه این تصویر. این هم قسمت وسطش. همین اتفاق برای این نمای کرونال هم میفته. شما فکر کنید که از پشت دارید به یک فرد نگاه میکنید و همینجور هر چقدر این اسکرول رو میبرید جلو فکر کنید لایه به لایه مغزش رو دارید میرید جلو نگاه میکنید. پس این دیسپلی یا نمایش تصویر توی نرم افزار 3D اسلایسره که آپشن های دیگه هم داره که شما میتونید ازش استفاده کنید، به این صورت که شما میتونید این رو با کلیک کردن روی این موارد که یک چشم کوچیک، حالا من نمیدونم اصلا توی ادوبی کانکت اصلا انقدر ریز میشه نشونش داد که شما اصلا میبینید یا نه، ولی خب به هر حال این پونز سمت گوشه سمت چپ هر کدوم از این نوارهای رنگی رو بزنید یک نوار بار دیگه‌ای واسهتون باز میشه که علامت یک چشم بسته فعلا هست، روش کلیک کنید میشه چشم باز که بهش میگن تاگل اسلایس. شما دیگه اون موقع این نمای سه بعدی رو از تصویر خواهید داشت که میتونید کامل بچرخونیدش، به هر حال زوم کنید، دور کنید، نزدیک کنید و یا اسلایس ها رو تغییر بدید که توی اون نمای سه بعدی هم اگه بالا دقت کنید، من این پایین رو دارم میچرخونم، اون بالا هم میتونید متوجه بشید. خب یک چیز دیگه ای که از همینجا من میتونم بهتون نشون بدم اینه که گوشه سمت چپ تصویر رو اگه دقت کنید، من این تصویر رو یکم زوم کنم، ما گفتیم تصاویرمون بین 0 تا 255 مقادیرش دیگه، درسته؟ این تصویر خاکستریشون تصاویر پزشکی رو ما خیلی کم در مورد تصاویر رنگی صحبت میکنیم مگر تصاویر مثلا آندوسکوپی یا کولونوسکوپی باشه. ما بقیه تصاویر عمدتاً یا OCT، ما بقیه تصاویر عمدتاً گری لول هستن. سمت چپ نرم افزار پایین، حالا من اگه ماوس رو تکون بدم این از بین میره، ولی به این قسمت از تصویر میتونید نگاه کنید. من این کورسر رو وقتی تغییر میدم جاشو، جای موس رو وقتی جاشو حرکت میدم، شما دارید میبینید که یک سری موارد داره این گوشه سمت چپ عوض میشه. اینها چیا هستن؟ شما این نشانگر موس رو هر جایی بذاری، این نشانگر یک پیکسل از تصویر دیگه. خب این پیکسل هم به خاطر اینکه تصویر سه بعدیه، شما 3 تا قسمت باید ازش معرفی کنید، 3 تا آرایه باید ازش معرفی کنید. مثال ساده تر به این صورته که شما فکر کنید تصویری که دارید اگه سه بعدی باشه، آرایه اولش چون هم سطر دارید، هم ستون دارید و هم حجم دارید، یعنی تو ارتفاع دارید دیگه، یک همچین چیزیه توی سه بعد. خب وقتی میگید یک 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 یعنی چی؟ یعنی پیکسل سطر اول، ستون اول و توی زد اول. یک لحظه دوستان من عذرخواهی میکنم. ببخشید دوستان عذرخواهی میکنم. کجا بودیم؟ آها، شما پس وقتی یک
عددی رو معرفی میکنید باید به صورت یک عدد 3 تا تیکه باشه، 3 تا قسمت باشه که آرایه اولش معرفی سطرشه، آرایه دومش معرفی ستونشه و آرایه سومش هم معرفی اون حجمشه. تو چه لایه‌ای دارید حرکت میکنید. خب پس وقتی مثلا میگیم پیکسل 10 10 10 منظورمون چیه؟ میگیم که آقا توی اسلایس زد، یعنی توی محور زد، یک تصویر سه بعدی در نظر بگیرید، توی لایه دهمش سطر دهم و ستون دهم یک پیکسل بیشتر وجود نداره. شما اون رو مد نظر قرار بده. واسه اون باید یک مقدار عددی وجود داشته باشه دیگه. همینجور که واسه یک تصویر دو بعدی گفتیم یک ماتریسیه که از یک سری آرایه پوشیده شده که این هر کدوم از این آرایه ها با یک اعدادی از بین 0 تا 255 پر شدن. وقتی میگیم سطر اول میگیم 1 و 1، یعنی سطر اول ستون اول عددش چنده، مثلا باید یه عددی بین 0 تا 255 باشه که تصویر ما رو معرفی میکنه. الان هم توی این نرم افزار دقیقا همین کارو میکنه. شما همین باز هم گوشه سمت چپ تصویر رو دقت کنید متوجه میشید. ببینید من وقتی نشانگر موس رو به سمت یک قسمت خیلی سفید از تصویر میبرم، عددی که اینجا به صورت بولد نوشته شده عدد 150 هستش، یعنی داره نزدیک میشه به 255. هرچی به 255 نزدیکتر باشه روشن‌تر و هرچی به قسمت سیاه و تاریک نزدیکتر باشه باید به عدد 0 نزدیکتر باشه. موس رو حرکت میدم بره سمت قسمتی که مشکی خیلی، دقت کنید عدد به 3 تغییر کرده. خب شما پس حالا علاوه بر این که آپشن های دیگه ای داره که شما میتونید هر تیکه از تصویری که مد نظرتونه، هر پیکسل خاص شما میتونید معرفی کنید و عدد رو به صورت بازخورد بگیرید. اینجا به صورت خیلی یکم چی میگن کیلستر یا دقت کمتر شما میتونید بگردید دنبال اون چیزی که مد نظرتونه، یا اگه یه تومور رو مثلا توی یه قسمت خاص پیدا کردید متوجه میشید که مثلا، حالا من نمیدونم واقعا چقدر دید دارین شما، میتونید متوجه بشید یا نه، میبینید که اطراف مثلا این بافت مثلا داریم رو هولوش 70 80 90 گری لولش تغییر میکنه، ولی وقتی یه دفعه به 150 میرسه تو یک تیکه‌ای که بافت تغییری نکرده ولی تصویر تغییر کرده، متوجه میشیم یک عارضه یا توموری در اون تیکه از تصویر وجود داره. خیلی قسمت مهم و خیلی 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 کاربردی این نرم افزار این نواره که شما از اون ماژولایی که مد نظرتونه باید از این تو انتخاب کنید. یعنی میگردید دنبال این که دنبال چی هستید اصلا، یعنی چه تسکی مد نظرتونه، چی کار میخواید بکنید با این تصویر. شما میخواید این تصویر امارای میخواین جمجمش رو حذف کنید، میخواین مخچه رو مثلا از کل تصویر بکشید بیرون، میخواین تومور رو پیدا کنید، میخواید اصلا با مثلا سطوح رنگی های مختلف این تصویر رو نمایش بدید، اینکه چی مد نظرتونه، اینا همه این کار رو تغییر میده. من اینو از حالت گری لولش در بیارم. اینکه شدت روشنایی رو هم میتونید عوض کنید یا نه، همه بستگی به تسکی یا اون چیزی که شما دنبالش هستید بستگی داره. پس داشتم میگفتم این نواری که دارید میبینید مهمترین قسمت نرم افزاره. شما تمام کارها و تسک‌ها و اقدامات، ابزارات که وجود داره که شما میخواین یک تصویر رو هر بلایی میخواین سرش بیارید، باید از این قسمت استفاده کنید دیگه. تمامش توی این قسمت وجود داره. تا یه چیزی که یادم نرفته، من همین وسط عرایزم خدمتتون بگم، توی نمای سه‌بعدی فقط برای ویژوالیزیشنش، یعنی فقط برای اینکه اگه گهگاهی میخواید یک تصویر رو قشنگ نمایش بدید که شاید بعضی مثلا اینجوری به صورت برش به برش، اسلایس به اسلایس دوست نداشته باشن، من خودم نرم افزار مطلب توی اپلیکیشن ها قسمت اپ که برید، حالا فکر کنم از ورژن 2018 به بعد این اتفاق افتاده، دقیق نمیدونم. البته این که باید مد نظر داشته باشید جی پی تون قوی باشه که یا گرافیکتون قوی باشه که بتونید این اپ رو باز کنید. خود نرم افزار مطلب که خودش این نرم افزار جامعی اصلا به قصد و اسم پردازش تصویر جون گرفته و بزرگ شده، یه تیکه داره، یک اپی داره به اسم والوم ویور. خب این خیلی بهتر رو قشنگتر نشون میده به شما تصویر.
اپ خیلی بهتر و قشنگتر بهتون تصویر رو نشون میده، دید بهتری بهتون میده. حداقل میتونید از این تصویر اگه برای نمایش مثلا توی پایان نامتون یا تحقیقاتتون میخواین استفاده کنید، این نمایشش بهتره. که یه قسمت ایمپورت داره، بازم همین تصویر رو من نمایش میدم کلا توی نرم افزارها برای اینکه متوجه تفاوتش بشید. خیلی شما اینجا یعنی تصویر رو خیلی شاید مثل اون اسلایس هایی که توی نرم افزار 3D اسلایسر بود قشنگ نتونید ببینید، ولی خب این با وضوح بهتری داره بهتون نشون میده. حداقل یه دید سه‌بعدی واقعا قشنگی رو بهتون میده، میتونید باش کار کنید. یعنی میتونید نگهش دارید، بچرخونینش کامل، هر چیزی که مد نظرتونه رو در نظر داشته باشید. یکی از مسائلی که اینجا خیلی اهمیت پیدا میکنه برای دوستانی که در حال نگارش پایان نامه یا انتخاب موضوع برای پایان نامشون هستن، یه مباحث خیلی مهم مبحث دیتا پرایوسیه. یعنی شما فکر کنید از یک شخصی آرای گرفتید، بعد اون شخص نمیخواد بدونه که مثلا اطلاعاتش نمیخواد بروز پیدا کنه. خب حالا مثلا میان توی دیتایی هم که میگیرن شاید اسمی از فرد نبرن یا رضایت بگیرن از فرد، ولی یه مواقع یه گاهی هست که شما ناخواسته تصویر طرف رو گرفتید دادید به صورت عمومی. مثلا تصویر ام‌آرآی هست، یعنی طرف شما الان میتونید یعنی تمام قسمت گوش طرف رو میتونید متوجه شید. حالا اینجا یکی از خوبیش اینه که این عزیزانی که دیتا رو پابلیش کردن قشنگ قسمت چهره فرد رو کات کردن، از بین بردن. خب ولی خب دیدم خودم به شخص دیتا هایی که واقعا چهره طرف کامل مشخص بوده. شما نمیتونید به این سادگی دیتا رو مثلا از یک فرد بگیرید با علم به این قضیه که مثلا رضایت و آگاهی هم ازش گرفتید که آقا ما اصلا هیچ نشانه ای از شما منتشر نمی کنیم، بعد طرف مثلا یه دفعه تصویر ام‌آرآی کل صورتش مثلا کل دنیا پخش بشه. پس میبینید یه همچین دیدی بهتون میده. شما هیچ وقت تو نرم افزار مثلا 3D اسلایسر نمیتونستید همچین چیزی رو متوجه شید که ببینید طرف مثلا به چه صورت وجود داره. ولی خب الان این یکی نمای خوبی هست، هرچند که شما میتونید مثلا با اینجا قسمت آلفا مپش با شرایطی که خودتون مد نظرتونه و یا به صورت با این بازی کردن با این مقادیری که میشه اینتنسیتی و کپاسیتی تصویر رو عوض میکنه، قسمت‌های مختلفش رو ببینید. هر چیزی که مد نظرتونه رو ببینید. مخصوصا مثلا رو قسمت سیتی لانگ رو اگه در نظر بگیرید، من الان من خیلی تصویر واضحی دارم، نمیدونم شما میتونید متوجه شید یا نه. یه حاشیه شبحگونه‌ای که به صورت جمجمه وجود داره توی تصویر هست، بعد کامل شما بافت مغز رو به صورت سه‌بعدی دارید پایین. نمیدونم چقدر میبینید. شما کامل بافت مغز رو دارید. یکی دیگه از تسکایی هم که وجود داره بعد از اینکه شما میخواید روی مثلا ام‌آرآی مغز، روی سیتی مغز کار کنید، قدم اولش میتونه این باشه که شما جمجمه رو حذف کنید. چرا؟ چون مزاحمه توی تصویر. خب شما بعد از اینکه فکر کنید توی نرم افزارهای مثل 3D اسلایسر، مثل اصلا همون مطلب، اومدید جمجمه رو از بین بردید، اصلا این بافت استخوانی رو کامل حذفش کردید، چون اطلاعاتی به ما نمیده. ما اصلا دنبال جمجمه نیستیم، ما این بافت مغز واسه ما مهمه. بعد از اینکه این انجام دادین، توی یه سری ویور مثل همین مطلب، شما خیلی راحت‌تر میتونید چک کنید ببینید که آیا اون کاری رو که توی یک نرم افزار ثانویه انجام دادید به عنوان حذف جمجمه این کار رو انجام دادید، اومده کامل این کار رو انجام داده، یعنی همه جمجمه رو از بین برده، چیزی که من الان دارم واقعا یه مغز خامه یا نه. یعنی شما میتونید در واقع اعتبار سنجی کنید هم نرم افزار هم کارتون رو. خیلی خب. پس میگم توی قسمت بصری برای دیدن از اون قسمت مطلب، اون اپلیکیشنش غافل نشید. خیلی هم جذابه، هم به هر حال بهتون اطلاعات زیادی میده. شاید نتونید خیلی توی مطلب، آخه داستان اینه که توی این قسمتش شما خیلی نمیتونید دست به کد بشید، نمیتونید خیلی چیزاشو تغییر بدید. یعنی صرفا میتونید ببینید، اطلاعاتی رو خودتون بگیرید که برای ادامه کارهای پردازشیتون استفاده کنید. پس این نوار خیلی نوار مهمیه، به این صورت که شما هر تیکه شما یک سری ابزارها، آیتم ها بهتون میده که شما حالا
امیدوارم زبانتون خوب باشه یا تو یوتیوب، یا اگه هم نیست به هر حال شروع کنید یک تصویر بگیرید بندازید توی نرم افزار، هر کدوم از اینها رو، هر کدوم از این آپشن ها رو تک به تک چک کنید، چون واقعا اصلا نمیشه من بیام الان تک تک اینها رو بگم به چه صورت عمل میکنن. پس هر کدوم از این موارد بهتون یه سری ابزار میدن، همون قضیه‌ای که خدمتتون عرض کردم که ما دیگه نیاز نیست که بیایم مثل اون نرم افزارهای کامند لاین بشینیم کد بنویسیم بگیم که آقا الان مثلا این یکی آپشنی که شما دارید میبینید دقیقاً اسمش همینه، HD Brain Extraction Tools، یعنی دقیقاً همین تسکی که من مد نظرمه این میاد انجام میده. دیگه نیاز نیست من بشینم دستی یا به صورت مثلا خیلی بچگانه با یه پاک یا هر چیزی که شما فکر میکنید بیام اینجا مثلا جمجمه رو حذف کنم یا تک تک بشینم اینا همه رو مثلا پیکسلاشون که سفیده یه ماسک باینری درست کنم، ضرب در این تصویر رو ضرب در اون ماسکه بکنم که جمجمه طرف از بین بره. دیگه یه نرم افزار اومده کارو خیلی راحت کرده دیگه، خودشون اومدن یک پکیجی، یک پلاگینی نوشتن گذاشتن که همین کار رو انجام میده. شما فقط کافیه که روی این کلیک کنید، بعد مثلا تصویر اینپوتتون رو معرفی کنید، اون کاری که میخواد انجام رو معرفی کنید و اپلای رو بزنید و این واسهتون تصویر رو به همون صورتی که مد نظرتونه، یعنی فقط بافت مغز رو میکشی بیرون و بهتون تحویل میده. فکر کنید اینجا کار تموم شد. آها اینم ذکر این نکته آیزم کرد. برای اینکه پلاگینا رو نصب کنید یه قسمتی داره، قسمت کنار این علامت نرم افزار پایتون. این یعنی چی؟ این یعنی که شما علاوه بر اینکه این امکانات نرم افزاری رو دارید، خب میتونید رو هر چیزی که مد نظرتون بود کلیک کنید، بعد مثلا یه سری متغیرها رو به واسش تعریف کنید و بعد کلا بندازید رو دوش نرم افزار اون کار رو واسهتون انجام میده. یه موقع دیدید که کار اون چنانی که شما مد نظرتون بود انجام نشده. نرم افزار 3D اسلایسر واسه این هم یک برنامه در نظر گرفته. چطور؟ به این صورت که شما میتونید اسکریپت بنویسید، یعنی همون حالت کامند لاین رو شما میتونید داشته باشید، یا میتونید یک فایل پایتون درست کنید نرم افزار، یا اگه مثلا تو این پلاگیناش هم وجوده، مثلا کسایی هستن مثل شما این کار کردن، حالا به کد نویسی بچهای کامپیوتر بیشتر آشنان میدونن، نوشتن و این پکیجا رو قرار دادن و شما میرین فقط دانلودشون میکنید، نیازی نیست که حتما مثلا خودتون بنویسید. ولی اگه یک موقعی هم پیش اومد باز هم تمام با علم به این قضیه هر چیزی که روی خود نرم افزار نصب هست کار درد شما رو دوا نکرد و این پلاگین هایی هم که عزیزان دیگه در سراسر دنیا نشستن برنامه نوشتن و اضافه کردن به نرم افزار 3D اسلایسر اون هم کار شما را راه انداخت، دیگه شما خودتونم این قابلیت رو حداقل دارین، این آزادی عمل دارید که بشینید یه کد پایتون بنویسید یا جاوا، 3D اسلایسر هر دوتا رو پشتیبانی میکنه، بنویسید و از اون استفاده کنید برای کاری که دارید. و اما فکر کنید این کار رو انجام دادید، یه تسک ساده‌ای که گفته بودیم جمجمه رو از مغز جدا کردید، بعد میخواین تصویر رو سیوش بکنید. اینی که اینجا اون سرکار خانم فکر کنم سوال کرده بود که چه فرمت هایی رو پشتیبانی میکنه، اینجا میتونید تازه انتخابم بکنید. خب قاعدتا تصویر سه‌بعدی رو مخصوصا مرتبط با مغز و اینا باشه یا MRI باشه یا اصلا CT باشه، اینها رو سعی کنید با فرمت های دایکام ذخیره کنید دیگه. دایکام فرمت خیلی خوبیه توی تصاویر پزشکی. .NII یا همون NIFTI اینها بیشتر برای نورو ایمیج هاست. این تصاویری که مرتبط با مغزه بیشتر این تصاویر رو با این فرمت ذخیره میکنن، ولی فرمت های دیگه هم در اختیارتون قرار داده، یعنی به صورت PNG داده، تیف داده، JPEG داده، همه اینها میتونید ذخیره کنید، ولی به این صورت که دیگه شما مثلا دیگه طبیعیه اینم میدونید توی JPEG یا PNG دیگه شما تصویر سه‌بعدی نخواهید داشت. فکر کنید مثلا این اسلایس هایی که توی این امارای این فرد وجود داره، من حالا نمیدونم 128 تا اسلایس هر چیزی هست، این بهتون 128 تا تصویر دو بعدی میده که هر کدومش یه دور اینو ذخیره میکنه، یه اسلایس میره جلوتر اینو ذخیره میکنه، این تا در نهایت 128 تا تصویر دو بعدی براتون ذخیره میکنه. بستگی به کارتون داره. یه موقع میبینید که شما نه نیاز دارید که چه میدونم روی همین تصاویر یه شبکه عصبی که تعریف کردید که ورودیش یک تصویر سه‌بعدیه، دیگه اون تصویر دو بعدی به دردتون نمیخوره، یا بالعکس شما یه شبکه‌ای دارید که ورودیش تصویر دو بعدیه، نمیتونید یک حجم کامل از تصویر MRI رو بدید به اون شبکه، مجبورید که این رو به اسلایس های دو بعدی تبدیل کنید رو و به شبکه عصبی معرفی کنید.
پس این از نرم افزار 3D اسلایسر. نرم افزار بعدی ما که یکی از نرم افزارهای قدرتمند وجود دارن و واقعا پرکاربردن، مخصوصا توی تصاویر میکروسکوپی آزمایشگاهی پاتولوژی، هرچند توی همه فرمت ها کار میکنه ولی خب توی این قسمت ها خیلی بهتر عمل میکنه، راحت تره. یعنی تصاویرتون اگه تصاویر پاتولوژیه خیلی بهتره که از این نرم افزار استفاده کنید. خیلی خوب. سایت این نرم افزار رو هم که توی ورد توی پاور قرار دادم، شما میتونید کلیک کنید، شما رو میرسونه به یه همچین جایی. یک مسئله ای که هست، من این اسم این دوتا نرم افزار رو کنار هم نوشتم، یک ایمیج جی و فیجی. این دوتا هر دو یه جورایی مکمل همن. خب ایمیج جی و فیجی اون بیسش، اون نرم افزار بزرگه پدر ماجرا اون ایمیج جیه. فیجی یک شاخه ای از اون نرم افزاره، ولی این حائز اهمیته که این از امکانات بیشتری برخورداره. یعنی امکانات تخصصی بیشتری مثلا توی پیجی هست. توی ایمیج جی مثلا خیلی نرم افزار بیسه، پیجی یک نرم افزار شاخه‌ایه که از اون گرفته شده و اومده. شما به هر حال تو این سایت میتونید جفتش رو دانلود کنید، فرقی نداره. یعنی چه ایمیج جی هم میتونید دانلود کنید از این قسمت دانلود یا ایمیج داکس داره، اونجا میزنید میرین توی قسمت دانلود، بعد هر کدوم خواستید، ایمیج جی یا فیجی. حالا که بهش ایمیج تو هم میتونم بگم، لوگوهاشون رو میتونید دقت کنید، هر کدومو دوست داشتید استفاده کنید. حتی خود لوگوی این تصویرم اگه دقت کنید یک میکروسکوپ گذاشتن که داره تقریبا بهمون میفهمونه که ما اصلا حداقل استارت کارمون برای این نرم افزار برای تصاویر پاتولوژی بوده. محیط این نرم افزار رو من بیارم روی دسکتاپ که شما متوجه شید. همینه، این محیط این نرم افزار است. یعنی فقط همین این نوار رو بهتون میده. خب ولی توی همین نوار کوچیک بسیار بسیار شما آپشن خواهید داشت برای اینکه بتونید یک تصویر رو مدیریت کنید، تحلیل کنید، آنالیز کنید. حالا من دوباره همون تصویر رو، حالا قسمت فایل اوپنه، شما میتونید همون تصویری که توی 3D اسلایسر باز کردیم و اینجا هم بهتون نمایش بدیم که اینجا به صورت یک فیلم بهتون نمایش میده. یعنی میاد این اسلایس ها رو کامل کنار هم میچینه. من الان دکمه پلیش رو زدم، این نوار پایینی در حال حرکته، کم کم اسلایس به اسلایس تصویر رو و یک نما رو فقط بهتون نشون میده دیگه. حالا شما میتونید توی نرم افزار نما رو عوض کنید. خب شما الان این نمایی که شما دارید میبینید و ما داریم میبینیم نمای کرونال، میتونید عوضش کنید، بذارید روی ساجیتال، میتونید بذارید روی آکزیال، فرقی نداره. ببخشید روی آکزیال. پس این به صورت یه فیلم میاد، تمام این اسلایس هایی که شما براش بهش دادین رو بهتون نشون میده. خیلی خب، این فقط نمایششه دیگه. ما بقیه چیزهایی که دارید میاد تو این سربرگ ها، قسمت ایمیج پروسس آنالیز و هر کدوم، و مهمترین قسمت این نرم افزار یه سری تسک های ساده است که انجام میده. شما مثلا میخواین اینو ترانسفورمش کنی، تبدیلش کنی، مثلا میخوای 90 درجه به راست بچرخونی، 90 درجه به چپ بچرخونیش، یا بچرخونیش با اون درجاتی که خودت مد نظرتونه، اسکیلش کنی، بزرگ کنی، کوچیکش کنی، دو برابرش کنی، نصف کنی تصویر رو، کراپ کنی، اینها، یا با کالرش مثلا بتونی دست ببری، ادجاستش بکنی واسه ترشولد گذاشتی، کنتراستش رو کم و زیاد کنی، تصویر میبینی خیلی روشنه، میخوای یا خیلی سیاه، چیزی توش مشخص نیست، با این قسمت ها عمل میکنی و ازش استفاده میکنی. قسمت پراسسش هم به چه صورته؟ به صورتی که شما برای قسمت حذف نویز یا مثلا اون پیش پردازش های اولیه هم میتونید از سربرگ پراسس استفاده کنید. تقریبا میشه گفت کلماتش مشخصه که هر کدوم چی کار میکنه. چرا قطع شد؟ بله واسه منم قطع شد یه لحظه. الان اوکیه؟ داریم صدای من رو؟
همین یه لحظه قطع شد دیگه. امیدوارم که جوابتون آره باشه، چون نگین که الان خیلی وقت نمیشنوید. آها خوبه، زیاد دور نشدیم. آره خیلی خوب. چی رو تو تلگرام ارسال کنیم؟ کلاس رو تو تلگرام شیر کنیم؟ نمیدونم، احتمالا فایل ریکوردش رو دارن دیگه دوستان انجمن، احتمالا دارن واسهتون یا حالا میذارن یا بله بله متوجه شدم. میگم حالا دوستان دارن ریکورد میکنن دیگه یا میفرستن یه جایی، حالا من که دسترسی ندارم نمیدونم کجا، احتمالا یا توی کانالی یا با خودشون در ارتباط باشیم بهتون میرسونن کلاس. پس داشتیم قسمت پروسس رو میگفتیم. آخرین چیز که هم رفیقمون عرض کرد گفتیم که پس اسکیل میتونیم بکنیم، روتیت هم گفتیم. حالا میگم یا روتیت 90 درجه به راست 90 درجه به چپ، یا روتیتی که خودتون مد نظرتونه با هر درجه‌ای که میخواین درجه خاص، یا اسکیل کنید تصویر رو، یعنی یا تصویر رو بزرگتر کنید 2 برابر کنید یا نصف کنید. تمام اینها قابل انجامه. یا توی قسمت ادجاست هم حالا اگه اینترنت از دست داده بودیم از اینجا هم دوباره یه مروری بکنیم. گفتم که یه تصویر رو مثلا میخواین روشناییشو کم و زیاد بکنید، کنتراستش رو جابجا کنید، یه تصویر خیلی سیاه چیزی توش مشخص نیست، یا خیلی روشنه شما تمامی اطلاعات رو از دست دادین، میتونید با این عملیات کار رو انجام بدید. توی قسمت پروسس ما بیشتر حالات پیش پردازشی رو داریم دیگه. مثلا توی قسمت اسموس میگم این کلماتش انقدر ساده و قابل فهمه که شما تقریبا میتونید متوجه شید که چه تسکی رو انجام میده. حتی هم اگه نده، روی یک نرم افزار میخواین یاد بگیرید قطعا باید باش کلنجار برید دیگه. یه تصویر انتخاب میکنید، میدید به نرم افزار و هر بلایی میخواین سرش میارین، بهتون نشون میده. یکی از خوبی‌های کار تو حوزه تصویر همینه دیگه، یعنی هر عملیاتی انجام میدین درجا بهتون نشون میده که چه اتفاقی واسش افتاده. اسموث هم واسه از همون میاد دیگه، میاد تصویر رو هموار میکنه. اگه از نویزی وجود داره حذف نویز انجام، حذف نویز که نه کلمه اشتباهه، کاهش نویزی انجام میده. یا میاد مثلا لبه ها رو واسهتون شارپ میکنه، تیزتر میکنه، چون بیشتر اطلاعات یک تصویر از لبه ها به دست میاد دیگه. این کار رو واسهتون انجام میده. یا اصلا خودش واسهتون لبه یابی میکنه، FFT میگیره، فست فوریر ترانسفور، یا فیلترهایی که خودتون مد نظرتونه هر کدوم میتونید بهشون اعمال کنید. بستگی مثلا چه میدونم یه نویز گوسی دارید توی تصویر، مثلا میان با فیلتر مین یا این رو از بین میبرید. پس آپشن هایی که بهتون میده خیلی زیاده. توی قسمت آنالایز هم میاد اطلاعات تصویر رو باهاتون در میون میذاره. میخواین یه جایی رو اندازه بگیرید، فاصله یه تیکه تا یه تیکه دیگه، ابعاد تومور رو میخواین اندازه بگیرید، یا اصلا هیستوگرام تصویر رو میخواین ببینید که به هر حال این تصویری که الان شما دارید از هر رنج اینتنسیتی یا شدت روشنایی، یعنی 0 تا 255 از هر عدد چقدر توی این تصویر توضیح شده. قسمت بعدیش که میشه گفت خیلی مهمه، که یک لول بالاتر تحلیل و آنالیز در اختیار شما قرار میده، قسمت پلاگینه. همونجوری که توی 3D اسلایسر هم بود، یه سری پلاگین ها وجود داشت که شما میتونستین ازش استفاده کنید، مثل همون نوار که گفتیم به هر حال یه سری چیزها رو خود نرم افزار رو نصب میکنید داره، مثل همین قسمت سگمنتیشنش، تغطیه تصویرش. مثلا این آپشن رو نداشت، من دانلود کردم این پلاگین رو بهش اضافه کردم، خود نرم افزار خام اینو نداره. این نرم افزار هم این کار خوب رو انجام داده، نرم افزار ایمیج جی. این هم پلاگینز خودش یه سری داره، یه سری هم توی کامیونیتی خودش گذاشته، تو سایتش هست، میتونید دانلود کنید، اون فایل رو روش اینستال میکنید. خیلی هم ساده است و یه سری دسترسی‌های بالاتر از چیزای معمول بهتون میده. یه تسک‌های، یه سری عملیات‌هایی که شاید شما تو خیلی از، واسه من که بارها پیش اومده، خیلی چیزهایی بوده توی اکثر نرم افزارها نتونستم پیدا کنم، ولی توی ایمیج جی پیداش کردم، یا اگه نشد پیداش نکردم توی نرم افزار فیجی پیدا کردم. نرم افزار فیجی هم الان
دارم بازش کنم. دقیقا همینه، نگاه کنید نوارش رو. این پایینیه نرم افزار فیجیه، این بالاییه نرم افزار ایمیج جی. ولی فرقشون اینه که مثلا نگاه کنید توی فیجی ما قسمت پلاگین میریم، میبینید چه امکانات بیشماری توش هست. تعداد آپشن هایی که توش هست خیلی زیاده، خیلی زیاده. تازه علاوه بر این یک، نمیدونم اصطلاح درستیه به کار ببرم یا نه، یه قطره تو دریاه شما. یعنی حتی توی همین قسمت چه میدونم فیچر اکسترکشنش یا ریجستریشنش مثلا بخوایم بریم، یه تعداد محدودیش اینجاست. یه مقدار دیگهش هم تو سایتشه. شما مثلا میتونید برید از اون تو هم پیدا کنید، اضافه کنید و از این نرم افزار استفاده کنید. دیگه مابقی چیزهایی که توی نوار پایینش هست دیگه شوخیه دیگه، در واقع توی پردازش ها دیگه چیزهایی که توی حتی تو پینت سیستم هم هست، توی گوشی های شما هم توی نرم افزارهای ادیت خود گالری هم وجود داره دیگه. چه میدونم رنگ اینور کردن، اونورتر کردن، عوض کردن، اندازه گرفتن، دایره کشیدن، اینا دیگه توی کار پردازشی ها مخصوصا تصاویر پزشکی دیگه شوخی محسوب میشه. خیلی خب، این هم از نرم افزار ایمیج جی و فیجی که خود این هم لازمه ذکر اینم بهتون بگم، اینها فقط ایمیج جی و فیجی هم نیستن، یه سری نرم افزار دیگه هم داره توی قسمت سافت‌ور. حالا اون سایتی که واسهتون توی پاور گذاشتم برید چک کنید. داستانی شده این قضیه. من عذر میخوام اگه همچین اتفاقی داره میفته دیگه، واقعا از عهده من خارجه. من نمیدونم باید چی کار کنم. یه فکر کنم باید از دولت مردمون شاکی باشیم الان. الان صدای من اوکیه؟ چون دیگه فکر کنم این قطعیه، چی میگه، زمان بندی قطعی برق دوباره راه افتاده. یه مدتی بود نداشتیم، خوب بود، الان دوباره راه افتاده، گرفتار کرده ما رو دیگه. خدا رو شکر، امیدوارم واضح بمونه همینجور. حالا بازم ببینیم این دوستان توی خود انجمن، امیدوارم که اینا حداقل اینا هم از دست دادن دیگه قطعا. حالا اگه اینا مشکلی داشتن، من خودم هم یه فایل ریکورد دارم میرسونم بهشون دیگه. امیدوارم که اون تو حداقل خوب باشه. خیلی برگردیم. فقط میگین کجا قطع شد، از کجا از دست دادم شما رو. مورفولوژی CNN شبکه است. CNN رو توضیح بدم اینجا، شبکه کانولوشنی رو. شبکه عصبیه. ما اینجا داریم در مورد نرم افزار صحبت میکنیم، فقط میخوام نرم افزار معرفی کنم. پس ایمیج جی الان هم این آنتن نارنجی شده که. صدام هست اوکی؟ یه ادامه بدم. خیلی خوب. داشتم میگفتم این نرم افزار، اون توسعه دهندگان، دیولپرهای این نرم افزار، خب خیلی سایتشون پرباره. یعنی شما حتی مراجعه کنید قسمت
لرن هم داره، اصلا داکیومنت هایی که وجود داره، اسنادی که از شما بشینید مطالعه کنید واقعا اطلاعاتتون خیلی میره بالا. نه صرف این که توی کاربری نرم افزار ازش استفاده کنید، نه، اصلا به درد دنیا و آخرتتون میخوره. حالا فایلاشون سورسشون هم که توی گیتاب قرار دادن، ولی میخواستم به این برسم بگم که اینا فقط یه نرم افزار مثلا ندارن، ایمیج جی هست، فیجی هست، یه دو تا نرم افزار دیگه مثل NI H ایمیج و اینا هم هست که من مثلا با این NI H ایمیج کار نکردم. پس به این سایت مراجعه کنید، اطلاعات خوبی بهتون میده، مثلا لایبرری هایی که داره رو بهتون معرفی میکنه که چیزایی که توی خود نرم افزار نیست رو میتونید استفاده کنید. خب این از این. خیلی خوب. نرم افزار بعدی نرم افزار منگوه. این هم از معدود نرم افزارهایی که حالا توی قسمت معایبش من اشاره کردم، محدود بودن جامعه کاربریشه. یعنی شاید خیلی نشناسن این نرم افزار رو. خب من که صرفا برای مثلا ویرایش میگم، برای نمایش سریع یک تصویر ازش استفاده میکنم. حالا میتونم مثلا واسهتون مثال بزنم. ببینید این تصویری که من اینجا الان M1 دارید میبینید، من اصلا دیفالت اینو کردم روی نرم افزار منگو. این نرم افزار منگوه، این نرم افزار پردازشی است. خب یک نرم افزار underrated به نظرم. خب خیلی از لحاظ سرعت حداقل بالا اومدن تصویر خیلی خوب عمل میکنه. شما یه تصویر رو میخواید در لحظه ببینی، به نظر من این سریع ترین نحوه نمایششه. یعنی شاید زیر 3 ثانیه برای من نمایش داده این تصویر رو که داریم الان مشاهده میکنیم. ولی ما بقیه نرم افزارها اینجوری نیست. الان مثلا من این نرم افزار رو از قبل باز کرده بودم، 3D اسلایسر رو، که شما ببینید، یا مطلب که دیگه خدا به داد برسه. ولی خب مثلا این نرم افزار شما یه سری تصاویر سه بعدی داری که درجا میخوای نمایشش بدی، مخصوصا با فرمت مثلا NIFTI. خیلی این نرم افزار کمکه. خب من زیاد از کاربری‌های دیگه‌اش استفاده نکردم، هرچند اطلاعات مفیدی داره. مثلا می‌بینیم آمار تصویر رو بهتون میده، آمار همه، هم اسلایس ها رو میتونید داشته باشید، تمام اسلایس ها رو میتونید داشته باشید، هم یه اسلایس خاصی رو میتونید انتخاب کنید آمارش رو بهتون بده، هیستوگرامش رو بهتون بده. اون قسمت هیستوگرام میتونید ببینید. علاوه بر این هم پلاگین داره، میتونید اسکریپت نویسی کنید، یعنی خودتون بشینید بنویسید. ولی من استفاده‌ای که از این ابزار میکنم، از این نرم افزار میکنم، بیشتر برای نمایششه واقعا. یعنی تو قالب نمایش خیلی خوب عمل میکنه. یعنی شما با الان مثلا این کاری که من دارم میکنم، کلیک راست رو دارم و جابجاش میکنم. شما میتونید مثلا این کار رو دارید میبینید که تصویر داره کانتراستش و یا برایتنسش داره عوض میشه. خب این از مواردیه که شما میتونید ببینید و با کورسر مثلا میتونید انتخاب کنید که بذارید من برگردونم. میتونید روی اسلایس جابجا بشید، روی اسلایس های دیگه جابجایی‌هاشو نگاه کنید. میگم من بیشتر روی از این نرم افزار برای نمایش تصویر استفاده میکنم. در لحظه میخوام مثلا بگردم در جا دنبال اون تومور، بگردم دنبال اون آرزه، یا به این صورت از این نرم افزار استفاده میکنم. بازم میگم هرچند که این هم ابزارهای قوی بهتون میده و میتونید ازش استفاده کنید، قطعا نه به اندازه 3D اسلایسر، یا حتی میشه گفت به گرد پای ایمیج جی هم شاید نتونه برسه. اینکه چه آپشن هایی داره شما میتونید روی تصویر مانور بدید، ولی برای نمایش به نظر من نمره قابل قبولی رو خواهد گرفت. اینم پس از نرم افزار منگو. یکی از بدیهایی که داره، حالا اگه هم استفاده کردین ازش، اینجا نوشتم محدود بودن جامعه کاربریش، زیاد ازش استفاده نمیشه. یک جایی اگه گیر کردید دیگه، مثل 3D اسلایسر نمیتونید برید به یه نفر بگید که به دادتون برسه، یا خیلی آدمای محدودی وجود دارن که از این نرم افزار استفاده میکنن. نرم افزار آخری هم که میخوام خدمتتون عرض کنم، نرم افزار آیتیکا اسنپ هستش که توی قسمت معایبش نوشتم که یه نسخه محدودی از CLI-شه. خود نرم افزار آیتیکا که من سایتش هم آوردم، خیلی نرم افزار چیز بزرگیه، یه جامعه بزرگیه.
اینسایت تولکیت یه سایت خیلی بزرگیه که توش هر چیزی بخواین داره. یک نرم افزاری پس هست. بذارید من الان ببینم میتونم بیارمش. آره، این خود سایت اصلیشه. اگه بالا بیاد و فیلتر شکن نخواد. خب داره میاد. این خود نرم افزار اصلی است. این آیتیکا اسنپ مثل فیجی که یادتونه گفتم یک شاخه ای از ایمیج جیه، این آیتیکا اسنپ هم یک شاخه ای از آیتیکا. خود آیتیکا خیلی قوله توی این مسئله. قسمت عمده تمرکزش هم روی تسک های ریجستریشنه، ولی از قسمت های دیگه، از تسک های دیگه هم چشم پوشی نکرده. الان خیلی قدر شده، قدرتمند شده. هم کتابخونه‌اش لایبرریش توی پایتون هست، هم به صورت کامند لاین میتونید ازش استفاده کنید. ولی چیزی که به صورت جی یو آی یا گرافیکی معرفی کرده آیتیکا اسنپه که سایت این رو هم واسهتون توی پاور قرار دادم که تو این قسمتی که میبینید که آیتیکا اسنپ نسخه 422 از بین ریلیزش نوشته، اینجا رو میتونید کلیک کنید، میرید و میتونید دانلود کنید. یه فرمی داره، من خودم هر سری میرم فراموش میکنم، یه موقعی میخوام نسخه جدیدش رو دانلود کنم، یه فرمی داره که ازتون اطلاعات میخواد و شما اون اطلاعات رو صرفا برای جامعه خودشون میخواید، برای خودشون میخوان اون اطلاعات رو میتونید پر کنید، کمک کنید به هر حال به اینکه در این بابت که شما کی هستید، از کجا هستید، محل تاثیرتون چیه، اصلا از این نرم افزار چه استفاده‌ای میخواید بکنید. هر چی هم بنویسید قبول میکند بنده خدا. یعنی این شکلی نیست که یه موقع اگه رفتین خدا نکرده بخواید اطلاعات اشتباه بدین که اینها رو گمراه کنید یا به این که نرم افزار رو بهتون نده. نه، فقط میخوان اطلاعات خودشون، دیتابیس خودشون تکمیل باشه که چه افرادی دارن از این نرم افزار ما استفاده میکنن. این هم توی ست سیستم عامل هست، شما میتونید این رو استفاده کنید توی لینوکس، چه توی مک، چه توی حالا این ورژن آخرش اینه دیگه 422 باشه، چه توی ویندوز 64 بیتیش میتونید استفاده کنید. پس توی هر سه تا سیستم عاملی که دارید میتونید از این نرم افزار استفاده کنید. بازم میگم یک شاخه کوچیکی از خود آیتیکا هستش. و یه مسئله دیگه هم که باید خدمتتون بگم، من این قسمت تمرکز بر تختی خب اون برگردان یا نمیدونم قطعه بندی درست تره یا تختی درست تره، برگردان فارسی کلمه سگمنتیشن دیگه. حالا شما هر چی میخواید در نظر بگیرید در نظر بگیرید. هم توی قسمت معایبش نوشتم، هم تو قسمت مزایاش نوشتم، هم تو قسمت معایبش نوشتم. پر واضحه که چیه داستان دیگه. یعنی یه نرم افزار اومده بیشتر تمرکزش رو گذاشته روی تسک های سگمنتیشن. خوبه از این بابت که همه چیز تو خودش نداره، خوبه. خب یعنی بیشتر تمرکزش رو برده روی یک چیزی فوکوس کرده، خوبه. ولی از یه طرف هم بده دیگه. یه چیزی مثل 3D اسلایسر میاد که همه چیزهایی رو که میخوای داره، یکی اومده به طور خاص روی این استفاده کرده. از یه بابت میگم، از این بابت یک عیب محسوب میشه که یه نرم افزاری شما داری کامل دانلود میکنی که فقط یه کار واسه انجام میده. از یه طرف دیگه هم یک شخصی پیدا میشه میگه آقا تسک من، کاری که من میخوام انجام بدم سگمنتیشنه، واسه چی بیام یک نرم افزار مثلا یک گیگی نصب بکنم که کلی میخواد به من آپشن بده. از این هم از اینکه چه زاویه‌ای بهش نگاه میکنید فرق میکنه که یک مزیت محسوب میشه یا یک عیب محسوب میشه. یه عیب دیگه هم اینه که البته اسکریپت نویسی داره، شما میتونید یه اسکریپتی بنویسید ولی محدوده. یعنی دستتون باز نیست، مثل 3D اسلایسر نیست یا مثل ایمیج جی نیست. مثلا 3D اسلایسر که شما میتونید حتی توی، حالا اگه جاوا هم بلد نبودید، توی پایتون میتونید کد بنویسید و اونو بذارید به عنوان پلاگین و خودتون استفادهش کنید. ولی دستتون توی آیتیکا اسنپ انقدر باز نخواهد بود چون امکانات پردازشیش هم کمه. این سایتش هم که بهتون معرفی کردم، این سایتشه، اینم لوگو نرم افزارشه، من هم اینجا دارمش، الان بهتون نشون میدم. آها، یکی از مواردی که من خودم این دونت ریمایند می اگینش رو برنداشت، تیک نزدم که یادم بمونه، اینم واسهتون توضیح بدم. ما دو تا نمایش داریم. خب تصویر MRI در نظر بگیرید.
چی بله آره. همچنان قطع و وصله. والله منم خسته شدم دیگه. نصف توان آدم واسه این میره که بله بله مشکل از نت منه. من الان میام یه آنتن گوشی سمت راست توی خود برنامه ادوبی رو میبینم، یعنی بعد از اینکه میبینم شما چتتون زیاد شد میام نگاه میکنم میبینم نارنجی شده، قرمز شده. میام اکثر انرژی آدم باید بره سر وقتی این که چه فنی بزنم. منم هم نت گوشی رو شیر کردم هم با وای فای دارم کار میکنم دیگه. طاقت بیارین، چیزی نمونده داره تمام میشه دیگه. امیدوارم که اون فایل ریکورد شده رو حداقل بعداً وقت کردید بشینید ببینید. خب داشتم اینو میگفتم، گفتم که این نرم افزار آیتیکای اسنپ یک ریمایندری همین اول کار میاره، این که خوب شده که من اینم واسهتون توضیح بدم. شما فکر کنید ما یه تصویر ام داریم یا تصویر سیتی داریم. بابا این بازم قرمز شده که ام داریم، یک تصویر سیتی داریم. بعد شما اینو الان داره بهت یک پیغامی که داده میگه که بذارید این دیگه زیاد داره قرمز میشه. بذارید من دوباره سویچ کنم روی نت گوشی. امیدوارم الان دیگه خوب شده باشه. پیغام اولی که توی نرم افزار آیتیکا اسنپ بهمون نشون میده میگه که شما نمایی که میخواید از تصویر ببینید، حالا این تصویر ام یا سیتی یا حالا هر چیزی که دارید، چجوری میخواید باشه؟ نمای رادیولوژیکال باشه یا نمایی که نوروسرجری ها استفاده میکنن باشه؟ این یه تیکه رو دقت کنید، دوتا چه تفاوتی با هم دارن. رادیولوژیست ها تمایل دارن که تصویر رو به صورت مقابل ببینن، ولی نورولوژیست ها اینا بیشتر تمایل دارن که تصویر همون جوری که هست نمایش داده بشه. یکم گنگ و مبهم بود واسهتون مثال میزنم. یه نوروسرجر، یه نورولوژیست میخواد تصویری که الان توی کامپیوتر داره میبینه، بذارید تصویر رو من بازش کنم. این تصویری که داره میبینه میخواد چی باشه؟ قسمت راست فرد، خب قسمت راست فرد قسمت راست صفحه نمایشگر باشه و قسمت چپ فرد قسمت چپ نمایشگر باشه. یعنی دقیقاً میخواد مستقیم ببینه که با همون جهتی که وجود داره نگاهش کنه. رادیولوژیست ها عکس این عمل میکنن. فکر کن میخوان طرف رو از جلو ببینن. یعنی اگه یه تصویر ام‌آرآی از مغز فرد دارن میبینن، همون چیزی که توی مطلب تازه بهتون نشون دادم، فکر میکنن که این فرد جلوشونه به صورت آینه‌وار دیگه. یعنی سمت راستی که الان دارن توی صفحه نمایش میبینن سمت چپ یا گوش چپ یا سمت چپ مغز طرفه. خب این فاکتور خیلی مهمه، خیلی مهمه، در این حالی که شاید مثلا خیلی پیش پا افتاده باشه. حالا توی جاهایی مثلا به این خطاهای پزشکی رو شما دیدید که تصویر چجوری داره نمایش داده میشه. طرف فکر کنید مثلا ما میایم یه مثال خیلی دوز کم در نظر میگیریم، چون واسه یکی از اقوام این اتفاق افتاده که باعث این مشکل شده. حالا ما اونو مثال و فاکتور میگیریم میاریم روی دوز کم. شما مثلا دندون در نظر بگیرید، طرف مثلا دندون سمت راستش، فک پایین سمت راستش مشکل داره، تصویر یک جوری برگردونده شده، نمایش تصویر بد بوده یا حداقل مد نظر پزشکی نبوده، دندون سمت چپ طرف رو چیز کردن. این مثال خیلی مثال پیچ پا افتادهشه دیگه. خب ولی وقتی داریم در مورد مغز صحبت میکنیم خیلی قضیه حساس تر میشه. پس نمایش تصویر خیلی مهمه. اینکه شما دارید نما رو به صورت رادیولوژیکال میبینید
یا دارید به صورت نوروسرجری یا نورولوژیست ها میبینید. چپ و راست طرف نباید اشتباه بشه با اون چیزی که مد نظر شماست. پس رادیولوژیست ها برعکس میبینن، دوست دارن تصویری که نگاه میکنن فکر کنن طرف جلوشون وایساده. نورولوژیست ها میگن نه، سمت راست تصویر هرچی نمایش داده اونم راست طرف راست سر یا بدن طرف باشه دیگه. پس این یکی از نکاتی که حائز اهمیته و شما بهش دقت کنید که این لفت کدوم سمت طرف، رایت کدوم، و فقط به این اعداد به این حروف تکیه نکنید. ببینید که اون نرم افزار داره چه نمایی رو بهتون نمایش میده. دقت کنید، یه چند تا تصویر یا خود هلپ نرم افزار رو بخونید ببینید داره چه جوری میگه، چون مابقی نرم افزارهایی که ما تا الان داشتیم بهتون نشون میدادیم هیچ کدوم نپرسیدن داستان چیه. چرا؟ چون خود کامپیوتر که نمیفهمه الان این چیزی که واسه من دارم بهت نمایش میدم سمت راست طرفی یا سمت چپشه، که یه سری اطلاعات توی هدر تصویر هست. فکر کنید هر تصویری که دارید یه تونه خود فایل خام تصویره، یه سری یه چیزی پیوست باشه که ما نمیبینیم، ما یه تک فایل میبینیم، ولی کنار اون این دو تا فایل جداگانه است. یه دونه فایل خامه که خود حاوی اطلاعات تصویره، یکی دیگه نه خود تصویره، یکی دیگه حاوی اطلاعاتشه که این فرد مثلا تصویر چند در چنده، چجوری نمایش داده بشه. حالا اینا مواردیه که بعداً میشه در موردش صحبت کرد. چه تاریخی این تصویر گرفته شده، اینا اینفورمیشن هایی که توی هدر تصویر هست. خب یک نرم افزارم بر اساس اون هدر میاد تصویر رو نمایش میده. اون هدر هم یک کسی یا یه سیستم پر کرده یا شخص انسانی مثل من و شما اینو پر کرده دیگه، که احتمال اشتباه هست. پس اینو مد نظر قرار بدین. هرچند حالا توی کارهای پردازشی، فنی، مهندسی یا اولیه شاید خیلی چیز نباشه، ولی اگه انشالله کارتون به مراکز درمانی کشید، من خدای نکرده به عنوان بیمار، به عنوان تکنسین، به عنوان یک فرد فنی مهندسی که اونجا هستید، پشت دستگاه هستید، اپراتوری، این رو مد نظرتون قرار بدید حتما. خب این هم نرم افزار آیتی کای اسنپ. اینو خدمتتون عرض کردم. نگاه کنید توی قسمتی که وجود داره یه سری تولز ها و ابزارهای خیلی پیش و پا افتاده و ابتدایی قرار داده که به درد تحلیل آنچنانی یا آنالیز آنچنانی تصویر نخواهد خورد قطعا. یعنی خیلی مقادیرش کمه، یعنی یه کنتراست رو میتونید عوض کنید و یه کانتور تشکیل بدید و تازه این کانتورهایی هم که میتونید تشکیل بدین، هر اقدامی که میخوایم بکنید همه در راستای در خدمت انجام سگمنتیشنه. یا قسمت سگمنتیشن خودش گرفته گذاشته اینجا که میگه آقا هر چیز رو میخوای ببری، برش بدی، جدا کنی از تصویر، میتونی از این نرم افزار استفاده کنی. امکانات خوبی بهت میده. فقط مثلا نمیخوای کل جمجمه رو جمجمه رو حذف کنی و بافت مغز رو داشته باشی، فقط میخوای اون تیکه تومور رو بکشی بیرون. اصلا نه، میخوای مثلا به عنوان یک پزشک میخوای داده‌هاتو برای شبکه عصبی آماده کنی، به عنوان یک پزشک نه، به عنوان یک فرد میخوای داده‌هاتو برای شبکه عصبی آماده کنی، میخوای اولا اون تومور رو که پیدا کردی، اون پیکسل هایی که حاوی تومور را هست رو لندمارک بزنی، برچسب بزنی، بعد این تصویر رو کامل ذخیره کنی که به شبکه عصبی میدی متوجه شه، بگه آقا توی پیکسل مثلا 10 10 10 10 15 10 و مثلا چه میدونم 20 50 30 این محدودیه که تومور وجود داره، که شبکه بعدا میخوای تست کنی که ببینی شبکه درست عمل کرد یا نه، این لندمارکه، این برچسبه، این لیبل ها به درد میخوره. پس کاری که نرم افزار آیتی کا اسنپ انجام میده توی قسمت سگمنتیشن خلاصه میشه، وگرنه مابقی چیزهاش توی نمایشش، توی مثلا کم کردن کنتراست یا زیاد کردن کنتراست، یا حالا یه چیزی هم که توی مابقی نرم افزار من یادم رفت بهتون نشون بدم، اکثرا اونها از توی 3D اسلایسر که بیشتر اینجوری بود، از یه روش درونیابی برای نمایش تصویر استفاده میکنن. درونیابی یعنی چی؟ اینترپولیشن یعنی چی؟ میان بین پیکسل ها یه چیز دیگه در نظر میگیرن. زبان سادهش این میشه، نه زبان درستش و تئوریش این نیست، فقط میخوام متوجه بشین. ما پیکسل گفتیم چیزی نیست جز یک ماتریس، خب، که توش اعداد پر شده. شما تو این کامل الان میتونید ببینید که دقیقاً شما یک ماتریسه، این یک پیکسله، این یک پیکسل دیگه است، کناریش یک پیکسل دیگه است. تفاوت رنگ رو میتونید متوجه شید. اصلا این مربع‌ها، این خونه‌های مربعی رو میتونید قشنگ تفکیک کنید. تو مابقی نرم افزار مثلا 3D اسلایسر اینا محو بود. شما نمیتونستید دقیقا متوجه شید که این پیکسل کجاست، این پیکسل کجاست. چون میان از یه روش‌های اینترپولیشن یا درونیابی استفاده میکنن که باعث میشه که برای قصدشون افزایش کیفیت تصویر، ولی خب این چیزا از دست میره. شما
خاص محدوده یک پیکسل رو نمیبینید که حتی میتونید اون آپشن رو هم توی 3D اسلایسر چیکارش کنید، خاموشش کنید. پس این هم یکی از مواردیه که توی آیتیکا اسنپ شما خیلی راحت میتونید ببینید، یعنی شبکه شدن تصویر خیلی جاها هم بد نیست، یه جایی به کمک آدم میاد، شما میتونید نگاش کنید که دیگه توی قسمت سمت چپ هم که توی این محدوده آبی، این نوار، این تقاطع، این کراس آبی رنگ رو هر جایی بذارید بهتون اطلاعات میگه که شما الان توی محور زد ها، توی صفحه زد، توی اون قسمت ارتفاع در نظر بگیریم توی اسلایس 129 هستین. اینجایی که الان این کراس آبی رنگ رو قرار دادید سطر 94 و ستون 126 که اینتنسیتیش هم 114، یعنی شدت روشنایی 114 بین همون 0 تا 255 که خدمتتون عرض کردم. این مقدار اینه. حالا میتونید اینو بچرخونید هر جایی که مد نظرتون بود قرار بدین و اطلاعات ازش بگیرید. خب من عرایزم تموم شده، فقط این سوال آخر رو، تفاوت چی رو خانم رستمپور؟ سلامت باشید. خواهش میکنم، شما خسته نباشید. چیزی ندادم، ایمیل یا آیدی ندادم، ایمیلم هم خدمتتون عرض میکنم. شما هم خسته نباشید دوستان، امیدوارم که حالا علیرغم وجود این قطعی برق و قطعی اینترنت و به هر حال اذیت شدید، منم اذیت شدم، امیدوارم که واسهتون مفید بوده باشه. و اگه سوالی هست من در خدمتم. سوال خانم رستمپور هم نمیدونم واسه کدوم قسمت بود، یکم صبر میکنم اگه تشریف آوردن که جواب بدم، اگه نه که شما رو به خدا میسپارم دیگه. شما هم خسته نباشید. فایل ضبط شده رو از عزیزان انجمن علمی بگیرید، همون جایی که ثبت نام کردید توی این وبینار، همون جایی پیام بدید ببینید چه جوری میتونید در دسترستون قرار بدید.